بعضیا وسط غذا آب میوه میخورن. آب میوه خودش غذاست، چرا با غذای دیگه میخوری؟ هم خودش فاسد میشه هم غذا رو فاسد میکنه. آب میوه رو باید با معده خالی خورد، خودش غذاست. ماست خودش غذاست. دیدی قدیمی‌ها 90 سالشون هم بود نون ماست میخوردن. ماست خودش غذاست. میخوای ماست بخوری بخور، اشکال نداره، ولی یه وعده غذا ماست بخور، چیز دیگه نخور. ماست به همراه غذا خطرناکه. ماست غذاها رو فاسد میکنه، هم خودش فاسد میشه هم غذاها رو فاسد میکنه. غذا برای هضمش از شما انرژی میگیره. تو غذاهایی که شما میخورین توش غذاهایی هست که به شما انرژی میده. آبگوشت مثلا داره میخورین، نخود گرمه، به شما یه عالمه انرژی میده. و ماست انرژی گیرنده است، یعنی هم غذا رو خراب میکنه هم خودش فاسد میشه. خب این بدن با این غذا چیکار کنه؟ مخلوط. اصلا در هم خوری خطرناکه. میوه میخوای بخوری عزیزم، میوه های شبیه هم رو بخور، میوه های گرم رو با هم بخور، میوه های سرد رو با هم بخور. یا نرو هم هندونه رو بذار توی مهمونی، حالا اینجا هست متوجه نمیشه داره چی بهت میدن، برات میارن. خب تو هم عقل داشته باش، وقتی خربزه برداشتی یه دونه قاش هندونه رو هم نذار. این دوتا ضد همن، یکیش گرمه یکیش سرده. غذای گرم و سرد رو با هم نخور.